هر جای حروف مقطعه است بعدش نصرت قرآنه، حمایت از قرآنه، پیروزی قرآنه. جامعه اسلامی ممکن نیست که آخرش اصلاح بشه مگر با اون چیزی که اولش با اون اصلاح شد، با قرآن اصلاح شد، رهبریت دنیا رو به عهده گرفت. باید هم بر بگرده به قرآن. مساجد ما باید قرآن محور باشه. امامانی که بی سوادن باید یه فکری به حال خودشون بکنن. وقتی این بچه های کوچک آمدن پشت سر ما شما نماز خوندن که عمرشون وزنشون همه 15 کیلو یا 14 کیلو بیشتر نیست، سنشون هم 7 سال بیشتر نیست، آمدن پشت سرت ایستادن. اگه تو بسم الله و سوره حمد اشتباه خوندید شرمنده میشید. اینا دیگه نمیتونن تحمل بکنن. داره اشتباه میخونه. بچه کوچک میگه این داره اشتباه میخونه این شیخ. تنها راه این که ما شرمنده نشیم باید به آغوش علم بریم، مطالعه بکنیم، تواضع داشته باشیم، خودمون و خانواده. ما میتونیم برای شما امام خوش صدایی بیاریم، یک ماه رمضان هم برای شما خوش آهنگی و خوش آوازی بکنه، شما هم چهچه و بهبه بزنید. بعد از رمضان هم برن دنبال کارشون. شما یقین اینا رو بگیرید، برای ما حلقه بذارید، حلقه قرآن بذارید، روخونی و روانخونی قرآن یاد ما و بچه هامون بدید. چرا همیشه لذت میبریم با زیبا خواندن دیگرانی که تو محراب نیستن؟ چرا خودمون نمیخوایم زیبا بکنیم؟ چه صوتهای زیبایی تو این بچه ها هست. مهارت در تلاوت، در تلفظ، 2 مهارت در فهم، 3 مهارت در عمل، 4 مهارت در آموزش و انتقال قرآن به دیگران. این 4 تا مهارت که ما باید به این مهارت ها توجه بکنیم. امروز مهمان های عزیزی هم دنبال بالاخره ملاقات بودن، از بلوچستان، از علما، از کردستان، از جاهای دیگه، از افغانستان. آمدن تو این جمع بسیار با صفایی است. من به همتون تبریک میگم. اونقدر باید این همایش ها، این محافل برگزار بکنیم تا بچه های ما و خانواده ها انس بگیرن. بچه های ما امنیت ندارن. این فضای مجازی، اینترنت، این گوشی های مدل بالایی که بچه ها میرن توش تا نصف شب تا دم صبح بچه های ما را افسرده و ناامن میکنه، آرامش رو ازشون میگیره. بذارید بچه های ما معتاد قرآن بشن. اگر اعتیاد هم وجود داره، اعتیاد چیزهای خوب. تو این موبایل از بچه های کوچک بگیر افسرده میشن، اصلا مثل یه تکه چوب خوش میافتن یه گوشی، رنگشون زرد میشه. اعتیاد دیگه. اعتیاد که همش مواد مخدر نیست، مشروبات الکلی نیست، همین فضای مجازی، چت کردن. بچه ها باید بیان، بچه ها باید امنیتشون رو با قرآن، خانواده ها امنیتشون رو با ایمان و قرآن باید پیدا بکنن. باید حمایت بکنیم، هزینه بکنیم برای بچه هامون و انشالله جواب میگیریم. و ما تصمیممون رو گرفتیم، هیچ راهی دیگه نیست و تا آخرش هم میریم انشالله مساجد با محوریت آموزش و اولویت آموزش صحیح قرآن و فهم صحیح قرآن هست. ما در دعاها در رمضان دعا میکنیم خدایا حق تلاوت را نصیب ما کن، وارزقنا حق تلاوته آناء الليل و اطراف النهار علی الوجه الذی یرضیک عنا. میدونید حق تلاوت چیه؟ زمانی که در یک تلاوت 3 تا سهم ادا بشه. 1 سهم زبان، 2 سهم عقل، 3 سهم قلب، دل. سهم زبان صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن، سهم عقل صحیح ترجمه کردن اون چیزی که زبان صحیح تلفظ کرده و سهم دل متأثر شدن به اون چیزی که عقل درست ترجمه کرده
و زبان درست تلفظ کرده. پس سهم زبان و سهم عقل و سهم دل، این سه تا سهم باید ادا بشه. جزاکم الله خیرا. ما از این مهمانای عزیزی که امروز از راه دور آمدن، از سایه خوش، مرکز حفظ سایه خوش زحمت کشیدن آمدن اینجا، این محفل ما رو یک رونق خاصی دادن، یک بهای خاصی دادن، تشکر میکنیم هم از دانش آموزان حفاظ و هم از مربیانشون که همراهی کردن و شوراشون و بزرگانشون. ازشون خواهش کردیم که امشب باشن، ما در خدمتشون باشیم در نماز قیام. همین 3 نفر اونجا هم چه در نماز قیام مسجد آقای یوسف از کل منطقه میان، بالاخره اونجا هم یه 20 دقیقه مزاحمشون بشیم. امیدوارم که بهشون بد نگذره. بالاخره حالا اگه برنامه‌ای هم داشتن ما را به بزرگواری ببخشن، ولی خواهش کردیم، اینام اجابت کردن. از بزرگانم میخوان همیشه در صحنه باشن، حمایت بکنن، تشویق بکنن، سرمایه بگذارن. ما برای اینکه بچه‌هامون روشن بشن، آگاه بشن، آموزش ببینن، باید دست تو جیبم بکنیم. هم جایزه، هم تشویق، هم اردوهای تفریحی علمی، هم معلمین مجرب، اساتید مجرب بیاریم با اینا کار بکنن. چقدر حافظه هست، چقدر استعداد هست. واقعا آدم چه لذت میبره اونجا نشسته، این بچه‌های کوچک 20 جز 15 جز حفظن، میگه صفحه فلان اول سوره رو بخون، اول صفحه، پایین صفحه، آخر صفحه، 10 صفحه بعدش، 5 صفحه قبلش، 3 صفحه بعدش. سبحان الله، چه حافظه ایست! چه کتابی غیر از کلام رب العالمین قرآن این همه در دنیا بهش توجه میشه؟ چند میلیون صوت این کلامو داره تلاوت میکنه، هر کدوم یه آهنگ خاصی داره، یه تأثیر خاصی داره، یه معجزه خاصی داره. آهنگ قرآن و نغمه قرآن و آواز قرآن هم معجزه هست. تو چه کتاب شعری پیدا کردی که این همه صوت و این همه خواننده با صوتای مختلف بکنن، هر کدومش معنویت داشته باشه؟ این فقط برای کلام رب العالمینه. بچه‌های عزیز، شما راه بزرگی رو انتخاب کردید. اگه فردا میخواید پروفسور هم بشید در دنیا، حرفی برای گفتن داشته باشید، از کانال این قرآن وارد بشید و از این راه وارد بشید. شخصیت‌های بزرگی هستن در جهان اسلام، در دنیا، که حرف برای گفتن دارن و اونها متفکرین جامعه اسلامی هستن که شخصیت‌های بارز جامعه انسانی هستن. اینجا بچه‌های بلوچ هستن، گفتیم بیان تو حلقه بنشینن. مهاجر هستن، گفتیم بیان سفره خداوندی. نمیشه کسی بگه نه بچه‌های سوری بشینن. بچه‌های دیدید که یکی از حفاظ اینجا از مهاجرین بود، با چه افتخار میگفت قرآن آدمو بزرگ میکنه، علم آدمو بزرگ میکنه، تو هر محافلی راهو برای تو باز میکنه. علمت بالا ببر، آگاهیت بالا ببر، تحقیق و پژوهشت بالا ببر، اطلاعاتت بالا ببر، تا هر جای رفتی کسی نگاه به لباس تنت نکنه. راه برای تو باز میکنه. جناب شیخ، آقای دکتر، آقای پروفسور، بفرما. کشورهای پیشرفته سرشون رو میشکنن که پاسپورتشون به یک پروفسور بدن، به یک محقق بدن. ازشون خواهش میکنن بیا پاس کشور ما بگیر، بیا تو کشور ما. ولی به میلیاردرها باید چه؟ حداقل 2 میلیون 1 میلیون دلار باید بدن تا پاس بگیرن. ولی به شخصیت‌های علمی التماسشون میکنن، به مخترعین و مکتشفین و محققین و اساتید برجسته، بیا پاس ما رو بگیر، تبعیت کشور ما رو داشته باش. برای کشور ما افتخاره که یک پروفسور محقق و مخترع منسوب به کشور ما باشه، پاس کشور ما تو جیبش باشه. شما زود بزرگ میشید. ما دوست داریم که شما قرآنی باشید. ما تعهد میدیم که در حق شما کوتاهی نکنیم. آبا و اجداد ما در حق ما کوتاهی نکردن. شیخ زایی رحمت الله علیه
پاسپورت رو برای من گرفت، پذیرش دانشگاه مدینه رو برای من گرفت، گفت پسرم برو حالا درس بخون. ما باید این دین رو ادا بکنیم. بزرگی و کوچکی به تکیه زدن نیست، به جای بالا نشستن نیست. فلانی جای بالا نشست، تو رأس مجلس نشست، پس این بزرگه. میگن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که الان 700-800 میلیون نفر پیرو مذهبشن در دنیا، تاجیک بوده، فارس زبان بوده، میگن یه روزی پاش درد میگرفت، تو مسجد نبی نشسته بود، رو به قبله پاشو دراز کرده بود. یک دفعه یک نفر آمد که یک عبای خیلی بزرگی و مجللی با یک عمامه بزرگ، ریش بلندی، یک کبکبه دبدبه آمد. از در که وارد شد امام فکر کرد که ایشون چه؟ ایشون عالم بزرگیه. نگاه به لباسش کرد، یک ماشوی، یک عبای و یک ریشی و یک عمامه و به زور پاشو جمع کرد. پاشم درد میگرفت، پاشو جمع کرد تا این شخص آمد دو زانو جلوش نشست. گفت جناب شیخ سوال دارم. گفت بفرما. گفت متى یفطر الصائم؟ انسان روزدار کی افطار میکنه؟ از جناب شیخ سوال کرد. گفت اذا غربت الشمس، اگه آفتاب غروب کرد انسان روزدار افطار میکنه. گفت و اذا لم تغرب الشمس؟ همون آقایی که ریش بلند و عمامه و لباس و ماشوی عجیب و غریبی، ظاهرش ظاهر علم بود ولی سوالش چقدر سبک و بچگانه و احمقانه بود. گفت جناب شیخ و اذا لم تغرب الشمس، اگه آفتاب غروب نکرد چه کار میکنیم؟ امام ابو حنیفه گفت اگه آفتاب غروب نکرد، ابو حنیفه پاشو دراز میکنه، از لو پاشو دراز میکنه. خب من به احترام شما پامو جمع کردم، بعد تو میگه که آفتاب غروب نکرد چه کار میکنه؟ یعنی تو دیگه لیاقت نداری من پامو جمع بکنم، پامو دراز میکنم. این سوالی که تو داری میکنی، چقدر این مرد کوچک شد تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. بچه های عزیز، شما بزرگید، افتخار بکنید. تو مدرسه دولتی تو تیزهوشان وقتی میرید میگن این 15 سالشه، 14 سالشه، 4م 5م ابتداییه، چند جز قرآن، اصلا قرآن بلدی؟ بابا من 15 جز قرآن حفظم. یه مدرسه هست تو کندال راهنماییه، 50 تا حافظ قرآن توشه، جز دانش آموزاشن. فکر نکنم تو کل کشور باشه، شاید تو بلوچستان باشه. معدل دولتیشون 20، معدل دینیشون 20، کلاس حفظشون 20. این در بازه و این سفره پهنه و این راه بازه، کاری به فقیر و تاجر هم نداره. هر کسی خودشو جلو انداخت همونه. تو بشین بگو من بچه فلانی ام، من بابام فلانیه، من پسر فلانی ام. حالا بشین پوز بده با ماشین باباتو، با خانه باباتو، با پول باباتو. بچه فقیر رفت حافظ کل قرآن شد و رتبه اول کشوری آورد. این اساتیدی که اینجا قرآن برای شما تلاوت کردن، خیلی هاشون تو رتبه کشوری هستن. بهترین قاریان جوان اهل سنت هستن، همه تحصیل کرده هستن، هم لیسانس دینی هم لیسانس دولتی، بعضا فوق لیسانس، رشته های مختلف. برای شما قرآن تلاوت کردن. و من در این باقی مانده وقت دوباره خواهش ازشون میکنم اگه وقتی هست در پایانی جلسه انشالله، چه اون قسمت هم سفره افطاری دارن پهن میکنن. افطارم همه تو مهمان این برنامه هستید، ولی خواهرها قبول نکردن. آشپزخانه حاج فرخنده این بغل هست، گفتیم بابا سفارش دادیم یه ساندویچ سبوکی درست کردن، گفتم بعد دیگه فاکتور بیاری. گفت نه، خواهرها قبول نکردن، گفتن ما همه شما مهمان ما هستید. هر کاری کردیم خواهرها قبول نکردن، گفتن شما مهمان ما هستید. سبحان الله. همه اون با هم سر سفره می نشینیم، یک کمی خرما هست، یک کاسه ماست، یه لیوان آب، نصف ساندویچ کوچک. ولی این سفره خیلی مهمه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن القرآن مأدبة الله علی الارض، قرآن سفره مهمانی خداوند در روی زمینه. شما الان بر سر سفره مهمانی خداوند در خانه خدا و میزبان رب العالمین اینجا نشستید.